انگشتات کوتاهه، به پرده ها نمیرسه، میگی به خاطر انگشتای کوتاه نمیتونم ساز بزنم، آهنگمو درست بزنم. بیا تا من مشکلتو حل کنم. سلام، میترا ابراهیمی هستم و اینجا موسیقی میتراست. اوکی. وقتی به تولد مبارک میرسی و این قسمتش، بچه‌ها میگن ما نمیتونیم این قسمت رو بزنیم به خاطر فواصل پاسولا که خیلی بلنده. بعد میگن که انگشتمون کوتاه نمیرسه. وقتی هم که اینو براشون ضبط میکنم میزنم میگن که اینا شما چون انگشتاتون بلنده به این میرسه و میتونید این پرده ها رو بزنید. خب این یه کارت بانکیه، طولش 8 سانته. حالا میخوام بهتون نشون بدم که انگشتای من چند سانته. خب این انگشت اولمه که یه چیزی هلوش شاید 6.5 سانت باشه یا کمتر. انگشت دومم هست که 7 سانت حدوداً. انگشت سومم که کوتاه‌تر شاید 6 سانت باشه. پس بنابراین من انگشتای بلندی ندارم. دلیل این که میتونم انگشتامو راحت به پرده ها برسونم که عضلات راحتی دارم. طی سالها تدریس که داشتم با بچهای 7 ساله، 8 ساله، 6 ساله کلاس داشتم، میدیدم که خیلی راحت این پرده ها رو میگیرن. دلیلش چی بود؟ دلیلش بود که عضلات شل و رهایی داشتن و دارن و به این باور دارن که میتونن این پرده ها رو بگیرن، چون معلممون بهمون گفته این پرده ها رو بگیر. پس 2 تا نکته هست که شما به جای که به انگشتای کوتاهتون تمرکز داشته باشید، به اون 2 تا نکته باید تمرکز داشته باشین و اون باور این که میتونید پرده ها رو بگیرید. و نکته بعدی عضلات شل و رها هست. همیشه به هنرجوها میگم که هر یک رو به یک بار وسط تمریناتون یک نفس عمیق بکشید و این باعث میشه که عضلاتتون شل و رها بشه و بتونید که خیلی راحت تر پرده ها رو بگیرید. و حالا این باعث میشه که بعد یک حسن دیگه هم که دارین که عضلاتتون آروم آروم عادت میکنه که شل و رهایی رو هنگام نوازندگی داشته باشه. این یک نکته خیلی مهمی بود که دوست داشتم که همه هنرجوها بدونن.